سال 1352 اولین باری بود که صدام حسین به ایران لشکرکشی میکنه. سالی که صدام خودش رو سردار قادسیه نامید سال 1352 بود. به واسطه تجهیزات روسی و نفرورها و ارتش بسیار مجهز صدام در اولین حمله‌ای که به ایران میشه ارتش شاهنشاهی غافلگیر میشه و به واسطه این غافلگیری مجبور به عقب نشینی میشه و مردم سراسیمه شهر رو ترک میکنن. این عقب نشینی تا مرز دسفول و مهران هم ادامه پیدا میکنه و بعد از مطلع شدن گارد شاهنشاهی و فرستادن چند تیپ نیرو ظرف مدت کمتر از 3 ساعت این حمله تبدیل به ضد حمله میشه، به طوری که ایران در 5 کیلومتری خاک عراق نفوذ میکنه و از آنجا به صدام پیغام میفرسته. عراقی ها که از ضد حمله ایرانی ها غافلگیر شده بودن پیامی رو به طور اضطراری به سازمان ملل مخابره میکنن که ایران به عراق تجاوز کرده و 5 کیلومتر از اراضی عراق رو اشغال کرده، که واقعا قضیه برعکس بود. حالا قصه من مرور تاریخ نیست، داستان من این که علت این قضایا چیه، چون وقتی عوامل رو بررسی میکنیم به نتایج قطعی میرسیم. اون زمان به علت 2 قطبی بودن جهان، یا مثلا شوروی امریکا و نزدیکی عراق به شوروی و اینی که تمام اکثریت کشورهای عرب به واسطه رابطه ایران با اسرائیل و رابطه نزدیک ایران با امریکا ایرانی ها رو به عنوان دشمن خودشون فرض می‌کردن و صدام و حزب بعث در اون زمان که البته از حزب بعث سوریه از نظر فکری جدا شده بود، به واسطه حمله به ایران می‌خواست ارج و قربی برای خودش پیدا کنه و به خاطر اون تفکرات پان عربیست و حالا همون چیزی که جمال عبدالناصر برای خودش دست و پا کرده بود، با واسطه این حمله میخواست یک ضربه‌ای به متحد امریکا بزنه و یک آبرویی بر تو جهان عرب برای خودش بخره. خب سازمان ملل ورود پیدا میکنه و قضیه فیصله پیدا میکنه، ولی خب این پایان ماجرا نبود. به واسطه کمک محمد رضا شاه به جماعت کرد عراق این مناقشات ادامه پیدا میکرد. محمد رضا شاه تجهیزات نظامی و کمک‌های مالی به کردهای عراق میکرد. خب گفتم این قضیه به واسطه تقابل شوروی و امریکا بود. خب محمد رضا شاه یکی از عوامل امریکا تو منطقه بود و متاسفانه یا خوشبختانه این نفوذ منطقه‌ایش رو به واسطه سیاست‌های کلی که داشت ادامه داد. سال 1354 قرارداد الجزایر امضا میشه، قراردادی که شط العرب رو به عنوان حدود و مرز ایرانی معرفی. خب وقتی تاریخ رو مرور میکنی بعضی حقایق رو نمیشه کتمان کرد. شاه از سال 1349 متوجه نفوذ نظام سلطه تو کشور بود، ولی خب به شدت وابسته بود، یعنی تمام ارکان نظام شاهنشاهی وابسته بودن. سال 1967 وقتی جنگ 6 روزه میون عرب و اسرائیل شکل میگیره و باعث میشه قیمت نفت بره بالا، این بالا رفتن قیمت نفت و سرازیر شدن پولهای نفتی به کشور باعث میشه که شاه توانایی بیشتری رو داشته باشه، که بعضی موقع وقتی که مرور میکنی تاریخ به این قضیه میرسه که حتی کمک به شیعیان لبنان در زمان شاه کلیدش، یعنی فکرش رقم خوردش. یعنی وقتی با خاطرات علم میبینی که توی حموم با علم گفتگو میکنه و از اونجا از علم میخواد که توی لبنان به شیعیان لبنان کمک کنه. ولی خب سال 1351 تا 1355 شاه یواش یواش میخواست از این هیمنه‌ای که امریکا و غرب و نظام سلطه داشتن بیاد بیرون. انقلاب شد. صحبت من بررسی عوامل انقلاب نیست، من تا جایی جلو میرم که برسه به مناقشه ایران و عراق. خب انقلاب شد، امریکا هم فکر میکنه به واسطه نفوذی که روی جبهه ملی و نهضت آزادی داشته بتونه دوباره اون اوامر خودشو، اون هیمنه و سیطره خودشو روی ایران پیاده کنه. این به این دلیل بود که شناخت کافی از آقای خمینی نداشت، از ایدئولوژی و فلسفه آقای خمینی دور بود. این هم به واسطه اطلاعات غلط و فهم غلطی بود که از توسط مشاورای ایشون که همون نفوذی ها بودن به دولت امریکا داده بودن. خب انقلاب شد،
همه چیز داشت طبق منوال جلو میره. بله بازرگان اومد به عنوان نخست وزیر موقت، ولی همه اینا تا زمانی که سفارت امریکا اشغال شد. خب سفارت اشغال شد، به نظر من نقطه عطف انقلاب اشغال سفارت امریکا بود. اون اباحت امریکا توی دنیا ریخت، پرده ها کنار رفت، فاصله مهره های نفوذی و عوامل انقلابی از هم تشخیص داده شد. خب بحثم دیگه از اینجا به بعد باز درباره توضیح دادن این سفارت نیست. من عواملش رو میخوام تا برسیم به جنگ ایران و عراق. امریکا بعد از اشغال سفارتش چندین بار تلاش کرد که انقلاب رو زمین بزنه، با حمله طبس، با کودتای نوژه، ولی خب به این امر دست نیافت. خب بعد از شکست عملیات طبس و کودتای نوژه، امریکا که راهکارهای دیپلماسی رو بین خودش و دولت ایران تقریبا نشدنی میدونست، به واسطه اتفاقاتی که توی عراق انجام داد و کمک سازمان سیاه و کودتایی که علیه رئیس جمهور عراق حسن البکر انجام شد، صدام به قدرت رسید. در اینجا جایگاه صدام با محمد رضا شاه عوض شد. صدام شد مهره مخصوص امریکایی ها که اوامر امریکایی ها رو تو منطقه انجام بده. خب صدام یک کینه شخصی داشت، یک کینه شخصی که از سال 52 اتفاق افتاده بود و خب حالا به واسطه یه سری دستورالعمل‌هایی هم که داشت، چراغ سبز رو از امریکایی‌ها گرفت که به ایران تجاوز کنه و این تجاوز در سال 1359 در شهریور 1359 اتفاق افتاد و چندین عامل باعث شد که این اتفاق بیفته. بررسی دلایل جنگ ایران و عراق ممکنه شاید روزها و ساعتها طول بکشه، ولی من اینجا چند تا عاملش رو بررسی میکنم که بتونم یه نتیجه‌ای بگیرم از این بحث. اولین عامل حمایت بیچون و چرای امریکا و چراغ سبزی که امریکا به صدام نشون داد به خاطر شکست توی عملیات طبست و تحقیری که بابت اشغال سفارتش شده بود و عامل مهمتر این که سلاح‌های امریکایی که توسط شاه خریداری شده بود میبایست نابود بشه و بهترین عامل بود که جنگ بین دو ابرقدرت منطقه‌ای، به جنگ به قول معروف برادرکشی شیعه با شیعه اتفاق بیفته که هیچ خسارتی نیفته. دومین مطلب حمایت اسرائیل از جنگ بود. اسرائیل از هر دو طرف جنگ حمایت میکرد. چرا؟ حتی اگر عراق در این جنگ برنده میشد یا میتونست انقلاب ایران رو از بین ببره، خطر بالقوه‌ای بود برای اسرائیل به خاطر اون تفکرات پان عربیسمی که داشت و دوست داشت خودش رو جای جمال عبدالناصر جا بذاره و اون وجهه رو بگیره. برای اسرائیل خطرناک بود. برای همین از جنگ فرسایشی بین ایران و عراق حمایت میکرد. و عامل بعدی اون کینه ها و حس قدرت طلبی صدام بود و اطلاعات غلطی که نسبت به جنگ داشت که فکر میکرد بعد از 6-7 روز میتونه به تهران برسه و تمام مثلا ایران رو اشغال کنه، که این عوامل دست به دست هم داد که این جنگ کلید خورد. تمام این دلایل و کلیاتش رو گفتم. خب وارد جزئیاتش بشیم هر کدوم ممکن چندین روز طول بکشه، ولی کلیت این مسئله رو گفتم که به این نتیجه برسم که چرا ایران سال 1352 ظرف 3 ساعت حمله عراق رو به ضد حمله تبدیل کرد و تونست خاک عراق رو بگیره، ولی در سال 1359 چنین اتفاقی نیفتاد. یه مقاله‌ای که ترجمه کردم ژنرال نورمن شوارتزکوف درباره‌اش توضیح داده، تو خاطراتش توضیح داده، چندین علت رو اعلام کرد. در زمان انقلاب ایران 3 اتفاق باعث از بین رفتن توان دفاعی ایران در مقابل عراق شد. در اولین مورد 10 روز قبل از سقوط نظام شاهنشاهی ایران، شاپور بختیار 3.5 میلیارد دلار سلاح خریداری شده از امریکا را بدون پس گرفتن پول برگردوند. یعنی بختیار 3.5 میلیارد اسلحه‌ای که ما از امریکا خریده بودیم و حتی بدون اینکه پولش رو پس بگیره برگردوند. در دومین مورد برخلاف رویکرد تقابل جهانه شاه که به دنبال ایجاد قدرت دفاعی در مقابل صدام حسین بود، پس از روی دادن انقلاب ایران، احمد مدنی وزیر دفاع ملی بازرگان که مخالف هزینه در امور نظامی بود، دوره سربازی را از 2 سال به 1 سال کاهش داد و اندازه ارتش را نصف کرد.
خب وقتی بررسی میکنیم میگیم دلیل اینی که اوایل انقلاب اینقدر هجمه عجیبی علیه ارتش بوده چی میتونه باشه؟ این دیگه حرف من نیست، حرف یه ژنرال بازنشسته آمریکاییه. زدن ارتش چه علتی میتونه داشته باشه؟ اگه یادتون باشه جمله معروفی است که این بازنشسته‌های ارتش دلیلی به نداره حقوق بگیرن، ما باید ارتش رو از بین ببریم. در سومین عاملش که برای خودم هم خیلی جالبه، همچنین در یک سال اول انقلاب علل خصوص بعد از وقوع کودتای نوژه بسیاری از افسران بلندپایه ارتش تصفیه شدند که باعث از بین رفتن ساختار ارتش ایران شد. خب وقتی میای بررسی میکنی دشمن همیشه خواسته کمترین ضرر و کمترین آسیب رو به خودش بزنه، یعنی در چند عوامل به واسطه مهره‌های نفوذیش خسارت رو به حداقل برسونه. بختیار، بازرگان و بعد کودتای نوژه، کشتن این همه ارتشی، این همه کسایی که این مملکت بابتش هزینه داده بود. کاری ندارم درست یا غلط بود، در شرایطی که این اتفاق افتاد جنگ به ما تحمیل شد. تمام این صحبت ها رو تا اینجا ادامه دادم که به این نتیجه برسیم ما باید تاریخ درس بگیریم. هر زمانی که نیروی نظامی کشورمون ضعیف شده جبهه دشمن قوی شده. هر موقعی کسی صحبت از تعدیل نیروی نظامی کرده جبهه دشمن در حال آمادگی نظامی بوده. یعنی ما هر موقع در جایگاه ضعف و عدم اقتدار بودیم به کشورمون حمله شده. فقط خواستم یک مسئله هم در آخر بهش اشاره کنم. ما انقلاب کردیم، ما یک سری عوامل از بین بردیم، ولی خب به واسطه جنگی که اتفاق افتاد عوامل خارجی در کشور ما کماکان هست. این عواملی که به نام نفوذی شناخته میشن کماکان در کشور ما هستن. مهم نیست چه شخصیتی، مهم نتیجه رفتار هر کسی رو ببینید در کدوم جبهه داره صحبت میکنه. انقلاب شد، بعد جنگ شد، فرصت پاکسازی نبود. فرصت این نبودش که تشخیص بدیم آدم‌ها در چه جایگاهی هستن. عوامل موساد در ایران بودن، عوامل سیاه در ایران بودن، عوامل انگلیس در ایران بودن و این زمان به ما ثابت خواهد کرد به واسطه نتیجه رفتار هر کسی که چه شخصی در جبهه ایران و انقلاب بوده و چه کسی خارج از این جبهه بوده. باید از تاریخ درس بگیریم. با بررسی عوامل متوجه میشیم هر زمانی که نیروی نظامی ایران ضعیف شده و اقتدار خودش را از دست داده به ما حمله شده. هر کسی در هر جبهه‌ای صحبت از تضعیف نیروی نظامی میکنه بدونید در حال بازسازی سنگر دشمنه. اینو یک قانون و قاعده‌ای که تاریخ به ما درس داده و با مرور تاریخ از هخامنشیان تا انقلاب اسلامی به این نتیجه میرسیم.